شما از امتهای قبلی خبر ندارین که وقت پیش رسول الله صلی الله علیه و یک صحابی میگه که یا رسول الله سر ما سختی ها زیاد است، او برش میگه که امتهای قبلی شانه های آهنی جور کرده بودن که در تخته پشتشان کفار میمان، مسلمان همی تخته پشت مسلمان هم تو گوشت کش میکرد تا به پایان که از این شانه گوشت های از یا میریخت از استخوانه جدا میشه، لکن دین الله را ترک نکرد. اما تو بیچاره را سعی کن. یک دانه خبر شنیدی که در فلانی منطقه گفت فیل بردن، ملک جنگل فیل برد، روبا میدوه. گفت روبا جان تو چرا میدوی؟ گفت نچه که مرا خیال فیل کنم، من در نظر خودم فیل میایم. نه خیر، تو را هم کافر هم مرغ میبینه به طرف تو سیل نمیکنه. وقت هوا کردی، وقت خسی شد، وقت غیرتش از دستش رفت، وقت ایمانش از دستش رفت.